اینم خوب نیست. بگی دستت. بده من بابا. همینجوری صحبت بکن. سلام علیکم. حال شما؟ من تازه از راه رسیدم. نیومده گفت مامان وایسا نمیخواد بیای بالا لباس در بیاری. بریم خرید کنیم بیاین. بریم. بعد میخوام چی درست کنیم؟ من چه دونم؟ واقعا میگی؟ گفتی مگه به من تازه رسیدم ها. الان ما در دل نبودیم. من فکر کردم که تو امروز برای ما قرمه سبزی شمالی درست کنی. جدی؟ به سبک قدیم شمال. دیگه گوجه با بادمجان. مرغ و چش بلبلی. آره دوست دارم. همه چیزشو بریم بگیریم. باید بخریم. میتونیم؟ چرا نمیتونیم؟ نه وسیله‌اش الان بگیریم. بلبل داریم؟ چش بلبل. بلبل الان بگیریم پیش سری درست. خیس میکنیم جدا یه ذره یه تفت چیزی حرارت میدیم که زن میرسه. با چش بلبلی زود میرسه. من گفتم الان قول میزنی میگه که دیر گفتی فلان گفتی. گوشت زر دیر پس از ولی مرغ راحت. خب پس بریم. سبزی هم بگیریم. سبزی هم نداری؟ چی سرخ شده دیگه؟ نه الان بشیم سبزی خورد کنیم؟ نه دکور 1 کیلو بگیریم. سرخ شده بخری. من همش دنبال چیزای راحتم. این همش دردسر. پس باید تا 12 شو بریم قرمه سبزی شو کنیم. قرمه شمال فرقش اینه با چش بلبلی و بادمجون و گوجه هم کنارش میذارن. کم فرقی نیست. فرقش اینه یعنی. مرغ هم داره. با مرغ دیگه. خیلی فرقه. خیلی. کجا شبیه قرمه بره؟ مرغ دلخواهیه. گوشتم میتونه بزنی. من ندیدم. من دیدم. تو چی دوست داری؟ منم همینو دوست دارم. کدوم؟ همینو. مرغ یا گوشت؟ اونا من مرغ. بریم ما خریدمونو بکنیم. بای اینا رو میگم ما باید تو آب بذاریم. آره میذارم دیگه. حالا زوده. یه 20 روز یه ماه دیگه. به لیستت کردی؟ لیست چیزی نمیخواد که. دیگه سبزی. مرغ، سبزی، چش بلبلی. داری چش بلبلی؟ از خودت بگی. چش بلبلی داری؟ چش بلبلی بادمجون داری؟ نه خب چی میگی؟ گوجه هم که باید بگیریم. گوجه هم بگیریم. باید داریم میریم به پیشواز آژانس. خودت چی مگه؟ خودش باید بیاد پیش ما. نه ما بریم. اینجا باید چیز میاد. چی؟ از اون سگا. ماکسیمیلیان. سگا همسه ماکسیمیلیان من میترسم به خدا. اگه اون یه داد بزنه من 4 برابر میدونم. میدونستی که همینه خونه‌شون. کجا؟ همین. دروغ نگو. ماکسیمیلیان کجا؟ خوابیده. سلام. ما اومدیم به پیشواز شما. بیا. بریم فروشگاه. رو کنم دیگه بدارم. فایده نداره. اوه. حل حوله نداریم اصلا. چش بلبلی نداری نه؟ بایسکس داری؟ اگه سبزی پیدا نکردیم چیکار کنیم؟ سرخ شده میخریم. گوجه و چیز. یه چیز دیگه هم گفته بودی یا؟ سیب زمینی اصلا نداریم. وانتیه میتو گفت اون داشت از این سبزی فروش چیز ضایعات میگیره. خب داشت بار میکرد تو ماشینش. خب یهو دید دوربین تو این گوشی تو دستمه. این خانم داره فیلم میگیره. نکنه ما از نون خوردن بندازه از اداره بهداشت نباشی. نه بابا آقا که آقا دارم ولاگ میگیرم. بابا ولاگ حالیش نبود که اون چه ولاگ چی میدونه چی آخه. تو کارت نداری بپیشم بعدم به کارت چرا ندارم بیا. ما از فروشگاه خرید کردیم دیگه. الان برای قرمه دیگه همه چی آماده است. برای دیگه سبزی هم پیره. برای من نقشه میشینه بدونه که من بدونم. یهو میگه میخوایم امروز اینو تو برای ما درست کنی. میخوای چیز دیگه درست کنی؟ نه دیگه وسایلشو خریدی که همونو درست کن. انشالله تا شب آماده میشه. بریم آژانس بگیری؟ بریم آژانس بگیری. شکلات نخریدی ها؟ خب میخرید. با بابام اومدم خرید کنم. با بابا نه دیگه خوش سری.
پاکن آقا گوشه بره کنه. خب پوری بله. این قرمه سبزی رشتی یا قرمه سبزی شمالیه؟ گیلانیه. گیلانیه. آره گیلانیه. آره. ممکنه تو جای مختلف گیلان فرق کنه یا نه؟ نه فکر نکنم. فکر نکنی. پس میتونیم بهش بگیم قرمه سبزی گیلانی. گیلانی. چه ویژگی داره؟ ویژگیش اینه که عرضم به حضور شما حبوباتش فرق میکنه، یعنی فرق چشم بلبلی و چشم بلبلی. آره و چشم بلبلی. و دوم این که کنارش بادمجون سرخ میکنن بله. و گوجه سرخ میکنن. درسته. وقتی این خورشت چیدی ریختی تو بشقاب اونم اونجا تزیینش میکنه کنارش خوشگل. درسته. بعد خوشگل هم میشینی میخوری. یه چیزی رو جا انداختی. چی بود؟ ترشیش چیه؟ ترشیشو ما بعضی آبغوره میریزن، بعضی آب لیمو. اصل ده من خودم آب لیمو میریزم. ای وای اصلش ولی بعضی آبغوره است. آره. اصلش آبغوره است. نه کی میگه؟ تو هم ترشی همه دوست داری اصلش آبغوره دیگه کن. تو از کجا دانی؟ اون چیه؟ من از تو امروز زای دارم. تو امروز زای از کجا دانی؟ خب باشه اصلش آبغوره. به منم گفتن بریز آبغوره ولی من همیشه آب لیمو بعضی میریزم. حتی یه ذره توش خوره هم میریزن. خوره دیگه آخه. میکوبن میریزن توش. آه. آره. خب فرقی نمیکنه. حالا بعد آبغوره بزنه آدم لیمو امونی هم میزنه؟ نه ده لیمو امانی رسم رشتیه. کسی نمیریزه. آها پس لیمو امانی نداره. نه لیمو امانی تهرانی‌ها بیشتر میریزن. من دیوونه‌شم. منم عاشقشم. حالا ما چیکار کنیم؟ نه دیگه یکیشو باید بریزیم. اگر رسم شمال میخوای درست کنی از لیمو امانی صرف نظر کن. واقعا دیگه اونگی تو آبغورو دگونه اصل بگویه. منم میگم اصلش این که خب نریزیم دیگه. چقدر تره داده. در حین حرف زدن کارم انجام بدیم. خب اسلومیشن نباش. لعنت خدا باش شیطان. آها اسفناج تو گفتی بریزه آب میده دیگه. آب میده دیگه تو قرمه. عجب. خب شما از قدیم قرمه رو همینجوری درست میکردی؟ نه خونه مادری اینا؟ خونه مادری آره. آره مام بزرگ اینا براتون. چه جالب. کلا این همه سال از سالهای جوانی آشپزی میکردی؟ خب بیشتر نگات به آشپزی از روی وظیفه بود؟ مثلا یه چیزی درست کنی بچه‌هات بخورن سیرشن، یا خیلی اینجوری مثلا عاشقانه آشپزی میکردی و نذاش جمله‌ام تموم شه؟ ما خواستیم سه روید فقط خواستیم شما را سه را کنم. اینقدر مشغله داشتیم فقط خواستیم شما را غذاشو کنم بخورید گرسنه نمانید. خوشم آمد صداقت. آره من همیشه صادق بودم همیشه. یعنی آشپزی عشق نبود؟ الان دوست دارم. الان وقتی پای گاز وامیسم خوشم میاد چون دیگه گرسنه دور و برم ندارم. آخه یعنی چی پولی خیلی بی‌احترامی می‌کنی؟ بچه‌ها نه گرسنه جیان وقتی نهار میشه آدم گرسنه. خب همه برای گرسنگی آشپزی میکنن. نه میگم دیگه وقتی نهار میشه مجبوری غذا درست کنی تا بچه‌ها گرسنه‌شون نشه. میدونم حالا ولی همونو نه اینکه گرسنه آفریقایی نگی. الان دیگه اونجوری نیست آفریقا زیاد گرسنه نیست. نه دیگه خدایا ببخشید آقای نافقانی. وای خدا بیاموزه ما آموزه که اینجا خنده مرگ خنده بیفته. چرا ما خنده بگودیم امروز؟ خب پس اینطوری بوده ماجرا. آره بیننده های عزیز ما، دوستان گرامی، خیلی ممنونم که در نبود من هوای منو دارن. تو که یه شیرینی درست میکنی کامنت ها رو همش میگن که واسه پوری جون بذار. پوری برای البته من بعضی چقدر به من لطف دارن اخی. میری کامنت ها رو میخونی. بله. راست میگه بچه‌ها. البته میدونی که من حالا دیگه واقعا نشد چیز من عمدن بعضی ها رو برای تو نمیذارم چون خامه داره میگه مامان نخوره ضرر داره براش. ولی خب خامه دار درست نیست خود بمونه تا یه هفته اینا خوب نیست. میتونستم الان برای تازم درست کنم ولی دار زیاد نمیخورم. آره همه چیو میگی نمیخوری ولی واقعا چینی خشک بیشتر دوست دارم و خشک درست کردی برای من بذار. راست میگی. والله خودم
اصلا هیچ فکر میکردی یه روزی این همه دوست داشته باشین؟ نه از این کارا بکنی؟ نه بابا اصلا فکرشم نمی‌کردم. نه بیای نه. جلو دوربین؟ اصلا. روز اولی که ازت خواستم بیای جلو دوربین رو یادته؟ آره یه ذره استراب داشتم. کم حرف میزدی. کم حرف میزدم، استراب داشتم. میخندیدی همش. این که برای سهم مرغاست. زود تموم شد. بریزم بمونه. یه ذره ظروفه. تو ساق زیاد گذاشتی یا نه؟ نذاشتی؟ دیگه من راستش گفتم با دست خورد نکنی. آه. برم سبزی خوشکنه بیارم؟ آره برو بیا. این دیگه اینو خاموش بکنم میریزم با مرغ. همچین قابلمه که برای ما میخوام. این کوچیکه؟ این؟ آره. خب اون یکیه کو بزرگه. سبزیمون باید خشک بشه، بعد خرد کنیم، بعد سرخ کنیم، بعد بریزیم رو غذا. بذار مرغ سر سامون بدیم میرسیم به سبزی. مقداری نمک میریزیم. یه ذره مرغمون که با پیاز تفت خورد چی میکنیم؟ آب جوش رو میریزیم روش تا پخته بشه. چی بودی؟ چی شده؟ این دیگه تفتش کافیه. کافیه. من واقعا عاشق چشم بلبلی ام. خیلی طعمش رو دوست دارم. دوست داری؟ تو دوست نداری؟ من شیفتشم. جدا اینکه یه پلویی هم هست، پلو شوشتری. آره. اونم برای یه باری درست کنیم. خیلی اونم دوست دارم. بلبلی؟ آره. عاشق اونم. اینقدر از 1 کیلو بیشتره. نه؟ به نظرم بیشتره. اون ممکنه برام بیشتر بکشه. خب تاب بزرگ داری اینجا بدن؟ اونو برداریم پوری اون پایینیه. اون؟ چقدر قشنگ نگاه کن چقدر آب جمع شد. آره دیگه میشه دیگه. بس چی؟ چون اینقدر زیاد شد؟ میگم دیگه. من قرمه سبزی پرشنبلیله دوست دارم. شنبلیله زیادی هم خوب نیست. تلخ دوست دارم میکنه. یه ذره تلخ بشه. جالبه. منم بادمجون رو پوست بگیرم. دست در نکنه. قربونه. کار نداری. مرسی. خداحافظ. اونو یادشو بود. بادمجونم هم پوست بگیرم. بعد سرخش میکنیم. من نمیدونم چرا با پوستکن تو نمیتونم پوست بگیرم. با پوستکن کی میتونی؟ فقط مال خودم و بیارمش. تو از اونایی که سبزی رو سیاه میکنن؟ حالا سیاه بکنی خب سبزی خوشمزه میشه اما تمام خاصیتش میره. هر شکلی بخوای بکنی اون سرخ اون همه سرخ کنی خاصیتش میره. میخوای سبزی خام بریزیم. نمکامون همه نم گرفته. پوری بعد اوایلش داری هم میزنی یه تیکایی هست از توش در بیار. چی؟ سبزی؟ آره یه ذره تک و توک. باش. ببینیم زری خانم تو کتابش قرمه رو چی میگه؟ چی میگه زری خانم؟ تو زری خانم بخم ولی خب من کار خودم دارم به می رقیب بده اون می رقیب واسه. نه بابا. یا ما اون رقیب واسه. سبزی خوش عطر با شنبلیله. به 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 به.
بخار عینه قریدیم. چند روز پیش تاکسی نشستم، بارون بود من چترم یادم رفت و داریم چیز چرت بلبل میریزیم با مرغ که قاطی بشه یه ذره مزه مرغ میگیره. بعد به آقای گفتم آقا ببخشید من تا این سر خیابون پیاده کن بی زحمت، من عینکم برف پاکن نداره، بارون میاد چشام نمیبینه جایی رو. یک قدر حالا که برف پاکن میبرم تا سر کوچه میرسونم شما رو که شما اذیت نشی. آره آفرین بابا. آفرین. پوری خانمی که تو باشی. یه بینه قرمه هم داریم ما، میدونستی؟ بینه قرمه؟ آره. فقط نعنا. آره. نعنای خالی. تلخ نمیشه؟ مال کجا هست؟ چرا دیگه نعنای خالی تلخ میکنه. بینه اینم قرمه. که ما دیگه بهش نمیگیم قرمه سبزی. چی میگیم بهش؟ سبزی قرمه. آها. سبزی قرمه به زبان گیلانی تهرانی میگن قرمه سبزی. او زرچوبه مرفه داره. بی زحمت. به قرمه. به همه قرمه ایگه. یه روغن دارم میریزم. از این بر دارم زرچوبه میریزم. دوربین خودش شاهد همه کارا نیست. بعد افشین توی چیز مینویسه. چی میگن؟ خب چی واسه قرمه سبزی کو؟ میره خوش نمون. بخنده بخوام چیزه؟ اصلا یه چیز دیگه است خیلی. ببین اولا که گوشت مغز رانه بدون استخون. سبزیش هم فقط تره جعفری گیش نیست. تره جعفری گیش نیست. حالا ما شنبلین نداره. اتفاقا تبریز هم یکی از آشناهام میگفت فقط با تره درست میکنیم. تره خالی. حالا شاید همه نباشن. اون خانومه میگفت ما همه درست میکنیم. تبریزی‌ها بگن تو کامنت. بگن که آیا این راسته؟ چون اون خانومه اهل تبریز بود، همسایه‌مون بود. گفت ما فقط تره خورد میکنیم برای قرمه سبزی. خب اصلا اون که یک طعم دیگه است. من نمیدونم والا. حالا ببینیم همه تبریزی‌ها اینجوری میخورن. این هم خودش یه سوالیه. آخه مگه قرمه سبزی بدون شنبلیله میشه؟ شنبلیله خیلی خلاصه زهر خانم فقط تره جعفری گیش نیست. داخل سبزی روغن. فیلم بردار بهشون گفته اعتراض کرده که چرا نمیگی چیزی اگر اضافه میکنی عنوان کنی. خب دیگه چی داره؟ دیگه لوبیا قرمز. آره دیگه تهرانی ها لوبیا قرمز میگن. بابا این کتاب آشپزی گیلانه. آها مال گیلانه. آب قوره و پیاز. بعد فکر کنم تبریزی ها هستن چیز میریزن لوبیا چیتی. آره اونم خوشمزه میکنه. نه خیلی جاها میریزن فقط تبریزی ها نیستن. من یک چیزی که خیلی دلم میخواد امتحان کنم قرمه سبزی خوزستانی هاست. خب بکنیم چه اشکال داره؟ یک خوزستانی درست کنه ما بخوریم. نه خب بگه ما چی داره ما خودمون درست میکنیم میخوریم. آخه حالا احتمالاً یه سری ویژگی میدونی که من تو خیلی از دستم از این کارا برمیاد. هم میتونی رو به انار یه کوچولو بریزی یا رو به آلوچه. نه بابا والا فکر کنم خوشمزه رنگش یه میشه. ذره تیره هم میکنه تازه اونجا که خوشمزه میگی. میشه. گوشت را تکه تکه میکنیم میشویم. لوبیا قرمز را پاک کرده و میشویم با 2-3 لیوان آب میگذاریم نیم پس. سپس سبزی را پاک کرده میشویم. آب سبزی رو گرفته با پیاز ساتوری نموده و با کارد ریز خرد میکنیم. سبزی را با روغن سرخ نموده داخل میگفت ما با روغن سرخ نمیکردیم. خب آب و قوره و نمک و فلفل زده میگذاریم خورش در حرارت ملایم آهسته بجوشد. نه برم ببینم بقیه کتابام چی میگه. خوشم نیامد زای خانم. همش مال گیلانه؟ آره اون کتابات؟ بله تو پس خوشت نیامد. پخته. چه عطری داره؟ این پخته عطر چشم بلبلی. آره خیلی خوبه. قرمه با کوفته درست کنیم. سبزی قرمه با گوجه سبز. یعنی گوش نداره؟ گوجه سبزه؟ توی این یکی کتاب یه کتاب دیگه هم دارم گیلان مال خانم سمیزاده است. خب خانم سمیزاده اسم کوچیکشون رو نگفتن رو کتاب. نگفت که من ناراحتم از این قضیه چون دوست داره ناشناس باقی بمونه. ربابه خانم. آره خب ربابه خانم چی نوشته؟ ربابه خانم یه ذره دستورش به نظر سنتی تر میاد. خب ایشون گفتن گوشت گوساله یا گوسفند نیم کیلو، ولی نوشته اگه گوسفند باشه با استخوان. ولی سبزی ایشون تره جعفری شنبلیل است. گیشنیز نداره. نه چشم بلبلی یا لوبیا قرمز.
روغن برای سرخ کردنشون، پیاز متوسط، آب قوره یا آب نارنج یا آب انار ترش، نمک، فلفل، زردچوبه، دارچین. صد قرمه دارچین. عطر این سبزی و شاملیده رو میگیره دارچین، بهش غالب. شک کم میزنن ها. دارچین برای این اصلا لزومی نداره. خب بعد بادمجان و گوجه میزنن. من مثلا تو سبزی کوکو دارچین میریزم. خب سبزی کوکو ولی قرمه رو نمیریزم. خب بیام بریم سراغ کتاب بعدی. طباخی گیلان. فهیمه اکبر. نوشو نوشو اونه؟ ایبچه بسرنج نکن جانا. آفرین کتاب هم نوشت. نوشو منگم بوشو زندگی بی تو تاسیانا. یاد نیست؟ چرا بابا شعرشو گوش کردم. تو باب سیمی بر هر چی بگفتی میره یاده. سبز قرمه‌شو پیدا کن. فهیمه خانم من میخوام این مرغ رو بردارم، خب بادمجونمو بذارم سرخ بشه با اجازه شما. بله حتما. آره بادمجون دیگه تلخیشو آبشو بگیرم. فوی چیه؟ عاشق رسیپیاشم به خاطر اینکه انقدر کوتاه و جمع و جوره. توضیحم خیلی کوتاه دادم. 1 کیلو گوشت، خب 100 گرم چشم بلبلی، 750 گرم تره و جعفری. 3 تا کتاب خوندیم. هر کدوم یه دستور داره میبینی؟ 150 گرم تره و جعفری. 750 گرم 750 گرم تره و جعفری. نصف گیلاس آبغوره. نصف گیلاس آبغوره. این تابه خوشگلمون چی شد؟ تابه تفلون. گوشت را قطع کنید، خوب بشویید. خب چشم بلبلی را خوب بشویید. گوشت و چشم بلبلی را با 1 گیلاس و نصف آب روی آتش بگذارید بپزد. سبزی را خوب بکوبید، در مایتابه سرخ کنید. بعد از پختن گوشت سبزی را داخل ظرف گوشت نمایید و آبغوره را بلافاصله به گوشت اضافه کرده 3 ربع روی آتش خار بگذارید بپزد. آتش خیلی کم. نمک و فلفل بزنید بردارید. چه مختصر. قرمه سبزی شنبلیله نباشه چه عطر بویی داره. هر کی یه چیزی هم میگه. اگه الان همه یه قلم یه چیز میگفتن آدم قبول میکنه. من فردا کتاب چه خونده بره؟ روغن بریزیم تو تابه، بادمجونامونو سرخ کنیم. نارگیلم، اینم نارگیله ها. من خوش نیه. واقعا؟ من تلخ و نسکافه دوست دارم. تو تلخ دوست نداری، اینقدر نگو. دخیم از این دوست بدارم. نگاه کن اگه تلخ میخوردی جایزه داشته. مال تو بادوم داره. کاش که همه اعتیادا مثل همین باشه. به شکلات، به شیرینی. یونونی چه خوشمزه است. ببینید تاش یونولیت داره. چه سوغنی به. با کنارش برام گوجهش هم بذارم سرخ بشه. بعدا کی ترشیشو میزنی؟ ترشیشو تو سبزی که ریختم توی خورشت ترشیش هم میزنم. خاموش کردی بذاریم اونجا بریزی توش دیگه. چه سبزی رو؟ الان چایمو بخورم. چای تو بخور. بیارم آبغوره؟ نه بذار. بعدم جونم چیز کنم. سامان بده. میریزی توش؟ چی؟ نه بابا له میشه. اصلا هیچ مزه خورش به جونش نره؟ نه آش میشه. آخر سر که خورش خاموش کردم شاید بذارم روش چون گوجه بهش الان باش چی بخوریم؟ باش خیار میخورد میکنیم. سالاد درست کنم؟ سالاد شیرازی هم خوبه. چی دوست داری؟ من خیلی پیاز با قرمه دوست دارم. خب بخوریم. اشکوله؟ اشکول اومد. سبزی میریزیم توی مرغمون.
احساس میکنم همه سبزی براش زیاده. خیلی بسش. و اون چی بودی؟ آبغوره. آبغوره. به به. وای سبزی تازه چقدر خوبه. میبینی؟ بله خیلی خوبه. الان میخوای تیره کنه، میخوای بریزاره رو به چیز بیار، رو بالوشه. دیگه خیلی ترش میشه. نه نمیریزم آبغوره رو همه رو. خب بدرنگ نمیشه سبزی، قرممون از سبزی خوش رنگ در نمیاد. تو میگی تیره، الان میگه که نه مرغ تیره میشه. آها مرغ. آره. نه میشه دیگه، الان میمونه دیگه رو شعله کم. آها. آره. اینه دیگه باید خاموش کنیم و سلام نامه تمام. روشمون هم دیگه داره جا میفته. یه جوک بر ما بگو. باور میکنیم مثلا از اول اینقدر جوک بدم میمد هیچ وقت هیچ جوکی رو یاد نمیاد. از جوک بدت میاد. چیزی که تو رو بخندونه خوشت نمیاد. الزاما نباید بد بی‌ادبانه باشه که. جوکای بی‌مزه چی؟ جوکای بی‌مزه بلد نیستیم. بی‌مزه رو فقط این چیز بلده، هوشمند. نه منم بلدم این چیزایی. تو هم بلدی؟ میدونستی تیراهن وقتی پیر میشه بهش چی میگن؟ وقتی پیر میشه چی میگم بهش؟ پیراهن. خیلی بی‌مزه بود. دو تا لباس خب با هم تصادف میکنن. خب بعد چی بره؟ اتو میاد چروکی میکشه. انگوش کوچیکه پا. آره. خب مس میکنه. وای چقدر شستم من. میگه رودخونه ها وقتی از دست ماهی ها ناراحت میشن باشون نهر میکنن. ماهی ها واسه منت کشی میرن میگن تو اگه با من نهری من که آب زیم. خیلی مسخره است. عجب. خب من برم ببینم که پلا در چه حاله. فلفل و خیار. بذارم کنار. خوبه؟ خودت خوبی. اینم کنارش. بفهم بیس. به 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 به. دست شما در نکنه. بایست ام پنداره. دست شما در نکنه. منم 2 داره. به به. بچه ها بفرمایید. به 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 به. چقدر ترشیش به جاست پوری. خیلی دست شما در نکن. این همه زحمت کشی پای گاز وایسادی تو 10 دقیقه خوردی. همینه دیگه آشپزی، فقط وقت بذار. خوردم 1 ثانیه. حالا پس آشپزی برای عشق شکم سیر کردن. حالا چیزی گفتم. تو چرا باورت شد؟ امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین. به ما که خیلی کیف داد. از روز رفتیم بازار، دور زدیم، اومدیم آشپزی. باحال بود. از 0 تا 100 دوش امروز درست کردیم. آره نه خیلی سبزی بامزه. آماده بود نه سرخ شده بود. من بهش گفتم سرخ شده بخرا. خسته شدیم. بخورین نوش جون کنین ببینین خوب هست یا نه. نظرتونم بگی. دارچین نزدی. نه من دارچین نمیذارم. گفت بزنی. کی گفت؟ کتاب. نمیخواد. ما نمیذاریم. من اصلا دارچین تو قرمه نمیریزم. قربونتون. من و مامپوری باید دو خداحافظی کنیم تا قسمت بعدی. خیلی زود میبینیمتون. ماش بهتون. ماش بهتون. راستش بخوای بوی کوچه پس کوچه های رشت رو میده. چش بلبلی. کوچه پس کوچه رشت چی بوده؟ والا یه جوری حرف زدی انگار تو 50 سال داریه. از کوچه های بلبل. کوچه های بلبلی بو میده. خورشو بذار وسط. چقدر ترشیش به جاست پوری. خیلی همه چیه تایید میکنی تو.